بابا ما رو میبرد تو هر شهری میرفتیم ما رو میبرد بهترین هتل‌ها رو پیدا میکرد، لوکس ترین هتل‌ها رو پیدا میکرد، کنارش چادر می‌زدیم. چادر مال خودمون نبود، چادرها همسایه‌مون آقای از این پور میگرفتیم. این شبی مسافرت میومد آموزشی بس نگاه کردنی چادر رو به بابام یاد میداد. مثلا میگه آقای ابراهیمی خوب دقت کن ببین باز کردنش که ساده است. زپ میباز دستنش یه ذره مهارت میخواد. ببین پاده میندازه پشت فنرش یه چرخ میزنی زیپش میکشی بسته میشه. یاد گرفتی؟ گفت یاد گرفتم و میخوای یه بار دیالا احتیاط بگو. ببین آقا ابراهیمی هیچ کاری نداره خیلی ساده است. یه پاده میندازه پشت فنرش از این وری میچرخونش به چپ به راست میاری اینور زیپش میکشی. یاد گرفتی؟ کو یه بار دیگه هم احتیاط بگو. حالا محض احتیاط آقای از این پور به هر حال. آقای ابراهیمی ساده است خوب توجه کن. یه پا پشت فنر یه پا پشت فنر یه چرخ میزنی وارونش میکنی از این ورم و میگیریش بالا میچرخونیش میذاری زمین زیپ شمه. این هر دفعه خودش داشت شانس میبره. راه نداره. فردا شب تو توالت پارک اومدم بیرون داشتم دستامو خوش میکردم نگاه کردم خاک از زمین بلند شده رفتم تو لوتر نگاه کردم بابام پاشه گذاشت رو فنر یه چرخش داد دوبار بابام چادر از زمین دوبار چادر بابام از زمین